چی گونه ماده ها را ماده های آلوتروپی می نامند؟ الیمنت های خیمیایی که یک چند ماده های ساده حاصل می کنند، آنها از روی ساخت و خاصیتشان از همدیگر فرق می کنند ماده های آلوتروپی می نامند. مثلا الیمنت اکسیژن دو مودیفیکاسیون آلوتروپی دارد، اکسیژن و اوزون. چگونه پیوستگی ها را دالتونیت ها می نامند؟ پیوستگی های ترکیبشان دائمی را دالتونیت ها می نامند. آنها را اولی مراتبه دالتون کشف کرده است. چگونه پیوستگی ها را برتالید می نامند؟ پیوستگی های ترکیبشان تغییر یابنده را برتالید ها می نامند. آنها را اولی مراتبه برتال پیشنهاد کرده است. ماسه نسبی مولکولوی ماده چیست؟ نسبت ماسه مولکولوی ماده به یک تقسیم 12 حصه ماسه اتمی کربن ماسه نسبی مولکولوی ماده نامیده می شود. ولنس چیست؟ قابلیت اتم های الیمنت مذکور که عدد معین اتم های دیگر الیمنت را پیوست یا عوض می نماید ولنس نامیده می شود. معادله خیمیایی چیست؟ با فرمول خیمیایی ifade کردن ریاکسیون خیمیایی معادله خیمیایی نامیده می شود. معادله ترموشیمیایی چیست؟ معادله های ترموشیمیایی را که در آنها افکت گرمی ریاکسیون ها نشان داده شده است معادله ترموشیمیایی نامیده می شود. قیمت عدد اوگادرو چند است؟ عدد اوگادرو با Na برابر 6 از 100 2 ضرب در درجه 23 برابر می باشد. حجم یک مول گاز در شرایط نرمالی به چند لیتر برابر است؟ حجم یک مول گاز در شرایط نرمالی به 22.4 لیتر برابر می باشد.